نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه تلفن مستقیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس‌های شما بزرگواران را خواهیم داشت. یک میان برنامه خیلی کوتاه با هم می‌بینیم و بعد از اون انشاءالله اولین تماس بیننده عزیز و گرامی رو با هم خواهیم داشت. با ما همراه باشید. چند ثانیه و خدمت شما برمیگردم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. برای بینندگان عزیز گرامی، خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه زنده. تصمیم گرفتیم اسم برنامه رو عوض بکنیم بعد از قسمت سوم. انشالله از هفته آینده تریبون آزاد خواهد بود یا منبر آزاد خواهد بود برنامه و شما عزیزان می توانید در مورد موضوعات مختلفی که دوست دارید صدایتان رو به گوش مسلمانان، به گوش حکومت‌ها یا حرف دلتان را بگویید، می توانید در این برنامه شرکت بکنید. عزیزانی که شبهه مطرح می کنند، شبهات مذهبی بیان می کنند، قضیه شیعه و سنی فلان، میتونن در برنامه آن روز که تماس بگیرن. در اونجا خیلی راحت‌تر میتونید این موضوعات رو بحث بکنید و صحبت بکنید. این برنامه رو بگذارید که عزیزان در دقایق محدودی که در خدمتشان هستیم بتونن حرف دلشون رو بزنن. سوالات شرعیتون رو سعی کنید به شکل پیام، تکست مسیج بفرستید به همین واتساپ. انشالله دوستان جواب میدن سوالات شرعی شما رو. اولین تماس رو میگیریم. بیننده که خیلی با اصرار چند بار تماس گرفتن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خب این عزیز ما مثل اینکه تلفنشون مشکل داره. دوستانی که میخوان تماس بگیرن، این شماره‌ای که زیرنویس شده رو مانیتور تلویزیونتون، این شماره رو حفظ بکنید، ثبت بکنید در تلفنتون به اسم مثلا برنامه زنده ندا تیوی و بعد از اون میتونید تماس بگیرید و صحبت بکنید.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستید؟ نازه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد آیدی یک مسئله گفتم از شما پرسان شوم. بفرمایید. استاد برای مثال بعضی ممالکی هستند که مردمش مسلمان هست اما دولت دموکراسی است. بله. نمیگذارند که در حکومت با ریش گویم در حکومت کار کرد. بله. ما مجبور هستیم که ریش خود را کوتاه کنیم و یا اینکه با پاکیزگی گرفته در حکومت کار کنیم. در این مسائل یک کم تر صحبت میکرده. باشه، چشم در این مورد صحبت میکنم. زنده باشید. خیرم استاد. سلامت باشید. تشکر از این بیننده عزیز و گرامی. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم السلام. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. من یک سوال داشتم. بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز، سوالتون رو مطرح کنید. یک شخصی بله. در اینستا میگه دعایه رو میخونم، شما من یک دعایه رو میگم معنی کنید. یه لحظه. صدا میاد؟ بله، عجله کنید دوست عزیز چون بینندگان زیادی پشت خط هستند. بفرمایید. این آقا گفته که سوره نازعات آیه 27 تا 30 خب میگه که خداوند گفته که اول آسمان را آفرید بعد زمین رو. سوره بقره آیه 29. کدام سوره؟ سوره نازعات آیه 27 تا 3. خب گفته که اول آسمان را آفرید بعد زمین رو. درست. بعد بیننده عزیز، دوست عزیزی که بیننده عزیز، برای چند ثانیه صدای شما قطع شد. نازعات 27، بعد از اون سوره بقره آیه 29 که اول سوره بقره آیه 29. خب بقره 29 آیه درست. سوره بقره آره این رو کنید. سوره نازعات خب چی است؟ چه اختلافی است؟ یعنی به نظر شما چه اختلافی است در این؟ الان من نمیدونم، علم زیاد ندارم که میخوام در مورد آیه قرآن یک چیزی بگم. الان شما که میدونید خب من سوال شما رو متوجه شدم. ان شاءالله در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. در این مورد صحبت میکنیم. صدای شما قطع میشه. دوستان عزیز، عزیزانی که تماس میگیرن لطفاً در مکانی بایستید که آنتن بده موبایلتون، اینترنتتون خوب باشه، صداتون قطع و وصل نشه.
من از لابلای صحبت‌های قطع و بریده شده برادر فهمیدم که سوالشون چی است که انشالله پاسخ خواهیم داد. بیننده بعد، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری شما؟ بله بفرمایید برادر عزیز. زنده باشه استاد عزیز. من الله شاهد چند سال است که پشتی خط هستم که یک بار با شما صحبت کنم، صدای مبارک شما را با گوشای خودم بشنوم. الحمدلله موفق شدم. الله مطالب ستن کنه. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشه استاد. در حق ما، در حق پدر و مادر ما دعا کنیم. ما استاد در شهر روسیه زندگی میکنیم، همینجا کار و فعالیت داریم. بله. یک سوال داشتم استاد در مورد این وضعیت روسیه و اوکراین که امروز نارام است. ما که اینجا مقیم هستیم، فرزندامون در مدرسه ها اینجا میخونن، زندگیمون علاقه نزدیک 12 و 15 سال شده اینجا میگذره. بله. امروز از این وضعیت هایی که هست ما را سفربر به جنگ دعوت میکنند. مسلمانی که اونجا اشتراک میکند حکمش چی است؟ اگر نرای شاید زندانی کنند، اگر بروی ما نمیدونیم اونجا چگونه این اسلام اینا چگونه میبیند. خواهش میکردن سوال من جواب میدادید استاد. باشه جان، چشم، حتما انشالله. زنده باشید. زنده باشه استاد. سلامت باشید. ما خواهش کردیم دوستان سوالات شرعی نپرسن، مثل که برنامه همه داره میشه سوالات شرعی. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حیاک الله استاد بزرگوار، شما خوب هستید؟ احوالتون خوبه؟ سلامت باشین. الله مطالب ستن کنه. سلام علیکم. من میخواستم در مورد برادران، در مورد سلفیت صحبت بکنم و بیشتر مردم فکر میکنن که کسانی که پیروان قرآن و سنت هستن و خود را سلفی میدانن مذاهب چهارگانه را قبول ندارن. این گونه فکر میکنن، در حالی که همه سلفی ها پیرو چهار مذاهب اهل سنت هستند، زیرا که خداوند هم در قرآن، البته سلفی های واقعی، خداوند هم در قرآن فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس از آگاهان، پس از علما بپرسید اگر نمیدانید. در هیچ جای قرآن خدا اشاره نکرده فاسألوا اهل المذهب ان کنتم لا تعلمون، پس از یک مذهب بپرسید. ما سلفی ها پیرو قرآن و سنت تعصب بر یک مذهب ندارن. ما همه آنهایی که در فقه و در عقیده از چهار ائمه پیروی میکنن ما آنها را سلفی میدانیم، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و فرمودند خیر القرون من ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرن من است، سپس تابعی و اتباع تابعی را اشاره کردند. این چهار ائمه اهل سنت هم سلف صالح امت هستند و کسی که از اینا در فقه و در عقیده پیروی میکند بدون شک سلفی است، به شرطی که در عقیده اشعری و ماتریدی نباشد. شیخ شما در مورد سلفی ها صحبت بکنید، تا زیرا که هنوز هم مردم سلفی ها را با تکفیری ها قاطی میکنند. من میخواستم شما در این مورد مختصر برای مردم صحبت بکنید، زیرا که اکثر مردم شما را دوست دارن و گوش میدهند. شما تا برایشان ثابت بکنید سلفی ها از تکفیری ها فرق دارند. من این خواهش را از شما داشتم شیخ بزرگوارم. چشم، حتما ان شاء الله در این مورد صحبت میکنیم. خداوند نگهدارتون باشد. در مورد من دعا بکنید. الله نگهدار شما باشد. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. خب این تماس رو هم بگیریم، بعد بریم سراغ سوالات شما ایزن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام استاد گرامی، خوب هستین؟ الحمدلله، سلامت باشید، بفرمایید. استاد گرامی من یک پیشنهاد داشتم و یک سوال. بفرمایید. تشکر. پیشنهاد چنین بود استاد گرامی، یکی از مبلغین اهل تشیع به نام الهیاری، اونا قبلا با شما مناظرات زیادی داشتن با تلویزیون وصال حق و کلمه و دیگه استادان بزرگوار، با اونا بسیار زیاد مکالمه و دیالوگ کردن، اما اونا چند وقت غیب بودن. لیکن حال یک تبلیغ را در سرزمین پاکستان و هند آغاز کردن. فکر میکنم زبان اردو را هم اونا نو یاد گرفتن. یک نوع به اصلاح عام فتنه را دیگه اونا با کسانی که اونا را دقیق نمیشناسن، چون قبلا با فارسی تقریر داشتن. حالا اونجا یک به اصلاح یک تبلیغ را آغاز کردن که بعد شما در مقابل اونا، چون آنها را شناس دقیق ندارن،
از این شخص. دیگه از شما امید است استاد که اونا را متوجه از این فتنه باشین و حداقل از طریق برنامه های شما کسایی که اردو زبان هستن اونا از این فتنه حداقل آگاهی پیدا کنن. چشم، حتما ان شاء الله، حتما ان شاء الله. و یک سوال داشتم استاد در مورد موضوع تحریف قرآن. بله. استاد گرامی، ما به اساس تحقیق و ریسرچی که خودم حداقل کردم در متون اهل سنت و علمای خلف یا سلف، ما بعضی از روایات را دریافتم که از او مثلا ظاهرا تحریف قرآن ثابت میشه. بعد از این که روایات ها را همیشه دیدم، باز مزید رفتم به اصلاح در عمق آن روایات ها، اما ما دو نوع قول یافتم استاد گرامی. قول اول این است که علما میگن که ما ایره تعویل میکنیم، ولو که از ظاهر این احادیث و این متون دریافت میشود که این تحریف است معاذ الله، اما ما ایره تعویل میکنیم این احادیث را، ولو که احادیث صحیح الاسناد هستند. اما برخی از علما به این نتیجه هستند که نه خیر، ولو که اسناد این احادیث صحیح است و تمام رجالشان رجال صدوق و صادق هستند، ما اصلا این روایات را قبول نداره. مثلا یکی از این روایات نمونه اگر بفرمایید. مثلا یکی از روایت از اینا که در چی است، در روایتی است که از اجره عایشه رضی الله تعالی عنها صحیفه یا بخشی از قرآن که اونا در تدفین، فکر میکنم می در ابو داود است، در چندین کتب است، یکیش بخشش ابو داود است. وقتی که حضرت عایشه رضی الله عنها در دفن یا جنازه پیامبر اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم مصروف بودن، گویا بز آمدن و از اونو بخشی از قرآن که نوشته شده بود در ریاب برگ بود، هر چیزی که بود خورده شد. و یا حتی در دوران حضرت عثمان رضی الله عنه که صحیفه قرآن و قرآن جمع‌آوری شد، به حضرت ابن مسعود رضی الله عنه گفته شد که خودت دمو قرآن را که جمع‌آوری کرده بودی او را بسوزان. ولی خودش مخالفت کرد که ما آماده نیستم صحیفه که گویا که من چیزی را که من جمع کردم او را بسوزانم. دیگه حالا دقیقاً خب در بسیار الان مثلا روایت اولی که شما فرمودین این روایت صحیح هست، چون در آن زمان آیات قرآنی بر روی پوست نوشته میشد، بر روی برگ درختان نوشته میشد، بر روی چوب نوشته میشد و بز حیوانی است که اگر دیده باشید پارچه را میخوره، برگ درخت میخوره، هر چیز رو هر جا دید میجوه. درست است یا نه؟ اما در هیچ جای این روایت نگفته که آیاتی رو که اون بز خورد این آیات فعلا در قرآن نیست. بله، این قضیه فقط قضیه خوردن است. دشمنا به خاطر اینکه بگن آها ببینید این قرآنی رو که مسلمان ها میگن اینو بز خورده، یک قسمتشو بز خورده، به خاطر همین این مفقود است. اینطوری نیست. ببینید قرآن قبل از این که نوشته بشه در صحایف، در پوست، در برگ، در تنه درخت، در چوب، این چیزا قرآن رو حفظ میکردن صحابه. تنها کتاب آسمانی است که سینه به سینه به ما رسیده است. و آنچه که در زمان حضرت عثمان اتفاق افتاد، عده‌ای آمده بودند احادیث را، تفاسیر قرآن رو در کنار آیات نوشته بودند و هر کس برای خودش یک مصحفی داشت. به خاطر که از یک فتنه جلوگیری بشه حضرت عثمان حفاظ قاریان قرآن رو جمع کرد، مصاحف رو جمع کرد، با طوری که بر پیامبر نازل شده بود تدوین کردن، 4 تا آماده کردن و همه صحابه اوکی کردن، رأی دادن که درست است. حضرت علی گفت درست است، زید ابن ثابت گفت درست است، همه اینو اوکی کردن. بعد از اون این 4 قرآن شد 4 تا مصحفی که به نام مصحف یکیش در مدینه بود، مصحف مادر میگفتن و به اکناف عالم اسلامی فرستاده شد که مسلمان ها در خواندن قرآن دچار مشکل نشن. چون بعد از فتوحات حافظان قرآن کم شده بودن، مردم قرآن رو هر کسی از هر جایی که میشنید مینوشت و حفظ میکرد، به خاطر که این مشکل. بعد از اون فرمودن که غیر از این 4 مصحف هر کس هر چی نوشته آتیش بزنه. آتیش زدن به معنی این نبود که خدای نکرده توهینی به قرآن باشه. آتیش زدن به معنی این بود که فتنه ایجاد نشه. من در برنامه دیگری هم گفتم اگر اینا رو دفن میکردن، حالا امروز مثلا باستان شناسا می اومدن از زیر زمین، بله ما یه قرآن جدید یافتیم که 4 تا آیه اضافی توش هست. به خاطر اینکه این فتنه ایجاد نشه امر کردن که اینها رو آتیش بزنن و هیچ اهل سنت قائل به تحریف قرآن نیستن ابدا. تشکر از شما برادر عزیز، زنده باشید. تشکر. خداحافظ.
تشکر از این عزیزمون. خب دوستان یک چند لحظه اگر به من فرصت بدن من سوالات رو به شکل مختصر جواب بدم. دوست عزیزی در اینجا فرمودن که در سوره نازعات آیات 27 تا 30 و سوره بقره آیه 29 در اینجا دشمنان اینطوری وانمود میکنن که در اینجا تعارض وجود داره بین آیات. در یک جا گفته که زمین اول ساخته شده، در جای دیگه گفته آسمان بعد از زمین ساخته شده و در جای دیگه گفته نه زمین بعد از آسمان ساخته شده. اگر در قرآن دقت بکنیم کسانی که این شبهات رو مطرح میکنن اکثرا کسایی هستن که از قرآن بیگانن، از زبان عربی بیگانن. مثلا در سوره نازعات آیه 27 به بعد رو دوستان عزیز اگر صفحه کامپیوتر من رو نشون بدن در اینجا بله از اینجا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، شما هستید آفرین شما یعنی به اصطلاح سخت‌تر است یا آسمان که الله سبحانه و تعالی آن را بنا کرد، آسمان را بنا کرد. رفع سمکها فسواها، سقف آن را آسمان را برافراشت و این رو چیکار کرد؟ به شکل منظم و مرتب آفرید. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها، بعد از اون چیکار کرد الله سبحانه و تعالی؟ شب را تاریک و روزش را روشن. و الارض بعد ذلك دحاها، و زمین را بعد از آن گستراند. خوب دقت بکنید، و زمین را بعد از آن گستراند. اخرج منها ماءها و مرعاها، و از زمین آب را و کشتزارها را به اصطلاح جاری کرد یا برآورد. و الجبال ارساها، و کوهها را الله سبحانه و تعالی بعد از آن چیکار کرد؟ کوهها را در زمین قرار داد. ببینید الان بعدش چی میگن؟ خب در اینجا گفته که اول آسمان رو آفرید، بعد از اون زمین رو چیکار کرد؟ بعد از اون آفرید. ببینید در اینجا کلمه رو دقت کنید، والارض بعد ذالک خلقها نگفته، دهاها، گستراند، انبارش کرد. آیه که میگن با این آیه تعارض داره این آیه است در سوره بقره است. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، الله سبحانه و تعالی زمین را خلق کرد. ثم استوى الى السماء، بعد از اون رفت به طرف آسمان. فسواهن 7 سماوات و هو بكل شیء علیم، آسمان را 7 آسمان قرار داد و الله به هر چیز داناست. حالا اینایی که آگاهی ندارن از زبان عربی و از علوم قرآن چی میگن؟ خب در این آیه گفته که خلق لكم ما فی الارض ثم استوى الى السماء، در اینجا کجا گفته که بعد از اینکه زمین را آفرید رفت آسمان را آفرید؟ در اینجا میگه که ثم استوى الى السماء، بعد از اون به طرف آسمان رفت و آسمان را چی کرد؟ فسواهن 7 سماوات، یعنی آسمان وجود داشته، فقط این آسمان رو به شکل 7 آسمان ساخت. پس هیچ تعارضی بین این دو آیه که در اینجا در یکیش میگه که آسمان را ساخت و بعد از اون والارض بعد ذلک دحاها، زمین را بعد از آن گستراند، هیچ فرقی نداره، هیچ تعارضی نداره با اون آیه که میگه که بعد از زمین رفت آسمان را 7 آسمان ساخت. در این مسئله همونایی که بگن که زمین اول خلق شده آسمان بعد از اون خلق شده، بعد اونایی که بگن آسمان اول خلق شده زمین بعد از اون خلق شده، هیچ کدوم اینها یک دلیل قاطع و قانع کننده ای ندارن. این در علم الله سبحانه و تعالی است که اینها چطور ساخته شده. امروز علم ببینید با وجود همه پیشرفتش هنوز هم به این دست نیافته. همه نظریات هست که بالا این انفجاری صورت گرفت و نمیدونم این آسمان به این شکل دود بود و فلان بود. یک چیزایی در قرآن کریم به این اشاره شده که جز معجزات علمی قرآن کریم محسوب میشه در مورد کهکشان ها، در مورد زمین، در مورد آسمان. اما کسی که بگه در این بین این دو آیه تعارض هست، هرگز تعارض نیست. اینجا از خلق زمین بعد از آسمان صحبت نمیکنه، از گستراندن زمین، انبار کردن زمین. مثل این که مثلا اینطوری بهتون توضیح بدم که خداوند زمین را آفرید، بعد آسمان را آفرید، بعد از اون همین زمین را گستراند،
بعد از اینکه زمین را گستراند رفت آسمان را چیکار کرد؟ 7 آسمان قرار داد. یعنی به این اندازه مسئله ساده و بسیط است. اما دشمنان اسلام میان از کسایی که با زبان عربی آشنایی ندارن، با قرآن آشنایی ندارن، میگن بله ببینید در اینجا گفته که اول زمین رو ساخت بعد آسمان رو ساخت، در اونجا گفته اول آسمان رو ساخت بعد زمین رو ساخت. نه دوست عزیز، همچین چیزی نیست. دوستی پرسیدن که حکم خطبه نماز جمعه چیست؟ خطبه نماز جمعه واجب است شنیدنش؟ و آیا ذکر نام پادشاه یا امیرالمومنین واجب است؟ نه خیر، واجب نیست. اما اگر امیر مومنین واقعی که مردم قبولش داشته باشن و یک امیرالمومنین شرعی باشه در یک مملکت و امر بکنه به یک چیزی در خطبه جمعه گفته بشه یا چیز بشه، در اون صورت اطاعت امر امیر واجب است. حکم گرو گرفتن چیست؟ بعضی علما آن را جایز و بعضی حرام میدانند. بالاخره کدام نظر معتبر است؟ دوستان عزیز ببینید، منطقی فکر بکنید. کسانی که میگن که رهن یا گرو کردن جایز است و کسانی که میگن جایز نیست، ما به هیچ کدومش کار نداریم. حتی در بین دوستان خودمون شاید بعضیا بگن که جایز است، اما ما میایم مسئله رو قشنگ شرعی و منطقی با شما صحبت میکنیم. الان اگر من مثلا به شما 1 میلیون پول افغانی دادم و گفتم که ماهانه شما به من 2000 افغانی بده، آیا این سود هست یا نیست؟ هر انسان عاقل مسلمانی میگه سود است، این حرام است. طرف میگه که تو بیا در خانه من بشین، خانه من رو به عنوان کرایه‌دار، خانهش مثلا کرایهش هست 10,000 افغانی در یک ماه، میگه تو به من 1 میلیون افغانی بده، بیا در خانه من بدون کرایه بشین. دقیقاً همان سود است، اما یک حیله اینجا کردن که ما این خانه را گرو دادیم، رهن دادیم. این سود است، 100% سود است و هیچ شبهه‌ای در این نیست. بعد بعضی هم اومدن حیله کردن. حیلهشون چی است؟ که قیمت کرایه خانه هست 10,000، میگن خب تو ماهانه 1 میلیون افغانی به من گروی بده یا رهن بده، بعد در خانه بیا زندگی بکن، ماهانه 1000 افغانی بده. پس این 9000 افغانی دیگر رو که نمیگیره چی است؟ سود است. این حرام است. هرچه که امروز بیان دلایل لایتچسبک، یمین، یسار، راست، چپ بیارن برای خودشون، بعضیا به خاطر اینکه حالا مردم بگن که والا چقدر عالم روشنفکری است و چقدر عالم معتدلی است و فلان است، اینا حکم شرعی است. تلک حدود الله، اینها حدود الله سبحانه و تعالی است. کسانی که سود میگیرن و سود میدن با الله و رسول می جنگن. یعنی آیا میتونه یک انسان ضعیف با الله و رسول بجنگه؟ و در قرآن کریم عتاب شدید برای کسانی است که سود میگیرن و سود میدن و معاملات سودی را حتی می نویسن. پس به همین دلیل سود دادن و سود گرفتن یکی از اشکالش که امروز در جوامع مسلمان ها متاسفانه بعضی از علما فتوای جوازش رو میدن، همین قضیه رهن گرفتن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که هر معامله‌ای، هر قرضی که نفعی داشته باشد به طرف، این سود حساب میشه. ببینید رهن شرعی چی است؟ من میام مثلا از پیش شما زمین شما رو میگیرم برای کشت و زراعت، تجارت میکنیم، میگیم من زمین رو از شما میگیرم، کشت میکنم، زراعت میکنم، من و شما در سودش 50% شریک خواهیم بود. شما به خاطر اینکه اعتماد بکنید که من این زمین شما، باغ شما رو خراب نمی کنم، ضرری بهش نمیزنم، حاصلاتش از بین نمیبرم، میگید یه چیزی رهن بده که فردا اگر زمین من رو از بین بردی، باغ من رو از بین بردی، اون ضرر و خساره خودم رو تلافی بکنم. مثلا شما میگید خب من مثلا 1000 تا سکه طلا دارم، این رو دست شما رهن میگذارم. شرعی این است. طرف میگه که ماشین تو به من امانت بده، میخوام یک سفری برم، مثلا 1 ماه برم فلان جا. اوکی، ماشینمو میدم، اما تو در مقابلش یک رهنی بده، مثلا خونه تو، طلایی، زیورالاتی، چیزی رو.
بابت اینکه ضمانتی باشه، کفالتی باشه به خاطر اون شیئی که شما از او میگیرید استفاده میکنید. در این صورت طبق اتفاق طرفین امکان داره که انسان یک مبلغی رو یا شیء قیمتی رو رهن بگذاره، گرا بگذاره. اما اینکه برید شما 1 میلیون بدید، در خانه کرایش 10,000 هست، در اونجا مفت زندگی کنید یا یک درصدی کرایه بدید، این سود است و جایز نیست. ولی اینکه فتوا داده باشن، ما خیلی چیزا رو فتوا دادن متاسفانه. ببینید وقتی کسی به شما فتوا میده ازش دلیل بپرسید، حقتان است. مثلا میرید میخواید که تربوز بخرید، خربزه بخرید در افغانستان، میگید خربزه کجاست؟ اگه خربزه جلال آباد است، خب اون یکیش از کجاست؟ این از قندوز است. خربزه قندوز خوب است. میپرسید شیرین است یا نیست. برای خرید یک خربزه و تربوز میرید 100 تا سوال میکنید، از مصدرش آگاه شوید، از کجا آمده، چطوری است. مسئله این که شد مردم فقط دنبال این میگردن که یک مولایی رو در یک جای پیدا بکنن که به اینا بگه جایز است. بعد از اون چی میگن؟ الا بلا به گردن مولا صاحب گفته صحیح است. نه خیلی، تو مسئولیت شما تمام نشد اینجا. اولا سوال کردن باید از علمایی باشه که تقوا پرهیزگاریشون مورد تایید عموم مسلمان ها باشه، عالم باشن، واقف باشن به امور شریعت. نه اینکه مثلا هر کسی که پیش روی شما آمد، پیش آمد، خوش آمد ازش فتوا بگیرید و بعد بگید که مولا صاحب گفته دیگه خلاص تمام شد. نه، مسئولیت تمام نمیشه در اینجا. باید سعی کنید، جستجو کنید، تلاش بکنید. یک تماسی از آلمان بود، موضوع میخوام قطع شد. دوستی نوشتن در فابریکه کار میکنم که معاش ماهوار برای میدهد، اما من میخواهم در بدل هر جنسی که به فروش میرسانم برایم یک مقدار کمیشن نیز بدن. آیا این برایم جایز است؟ بله. مثلا صاحب کار شما میگه که حقوق شما ماهانه $1,000 است و اگر شما مثلا در یک ماه 10,000 20,000 دلار جنس فروختی، برای شما از این جنس 1% یا 2% یا 5% کمیسیون یا کمیشن یا هدیه یا علاوه یا هر چیزی که از به شما میدهیم جایز است، این مشکلی ندارد. به شرط این که شرطی نباشه در اون که دروغ بگویید، فریبکاری بکنید که فروش بیشتر بشه و بعد از اون در مقابلش کمیسیون بگیرید. نه، اینطوری نیست. دوست عزیزی نوشتن حکم حلقه‌های ذکر چیست و در مورد اینکه آیا طریقه نقشبندی برحق است. ببینید ما یک فرمول کلی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم. هر عبادتی که ذکر کردن عبادت است، ذکر دست جمعی حلقه‌ای جمع بشن، ها هو سر و صدا را بندازن، خیزک و جستک بزنن، دیسکو، رقاصگری، اینا در شریعت نیست. ذکر سنت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله سبحانه و تعالی است که قلب‌های ما آرام میگیره. و در قرآن کریم در جاهای مختلف به ما امر شده که اذکروا الله سبحانه و تعالی را ذکر بکنید، یا اینکه در مورد تسبیح گفتن الله سبحانه و تعالی، یاد الله سبحانه و تعالی، استغفار، همه اینا در قرآن کریم هست. اما اینکه به شکل دست جمعی باشه، در حلقات باشه، در شب‌های مشخص باشه، در روزهای مشخص باشه، اینها بدعت است، جایز نیست. ببینید برای هر عبادت ما به 2 چیز نیاز داریم. یکی نیت و اخلاص، هر دوش با هم، نیت و اخلاص نیاز داریم. یکی دیگه طبق دستور الله و رسول باشه. امور عبادی امور توقیفی است. توقیفی به این معنی که عبادت رو باید به شیوه و طریقی انجام بدید که الله و رسولش گفته. مثلا الله گفته روزه رو در ماه رمضان بگیرید. آیا امکان داره شما روزه رو 1 روز قبل از رمضان یا 1 روز بعد از رمضان بگیرید؟ هرگز امکان نداره. شما در روز عید اگر روزه بگیرید گناهکار شدید. آیا حج امکان داره که وقوف عرفات که اصل حج است روز 8 یا روز 10 صورت بگیره؟ نه. چرا امکان نداره؟ آیا امکان داره مقدار زکات 2.5% نباشه، 3.5% باشه یا 1.5% باشه؟ نه، امکان نداره. آیا امکان داره نماز صبح 2 رکعت باشه فرضش؟ بله، چون پیامبر صلی الله علیه و آله گفته. اما آیا میشه که مثلا ما 3 رکعت بخونیم چون ثوابش بیشتر بشه، 4 رکعت بخونیم چون خیلی ثواب بگیریم؟ نه، نمیشه. اینا همه امور توقیفی است.
توقیفی به این معنی که الله و رسول اینها را تعیین کردن، شما نباید نه کم نه بیش، به همون اندازه‌ای که گفته شده، به همون شکلی که گفته شده باید انجام بدید. برای عبادت اولا نیت و اخلاص نیاز است. ثانیاً برای عبادت باید دلیل از قرآن و سنت داشته باشید. هر عبادتی که دلیل از قرآن و سنت نباشه جایز نیست، حرام است، بدعت است، بعضا انسان را به سرحد کفر و شرک هم میرساند. حلقات ذکری که به نام نقشبندیه و سهروردیه و نمیدونم قادریه و جیلانیه و فلان، اینا این حلقاتی که درست کردن، اینا همه بدعتایی است که 400 سال، 500 سال، 300 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم احداث شده. ولو که نیتشون خوب باشه، ولو که نیتشون عبادت باشه، همونطوری که فرمودیم در فرمولی که ما داریم برای عبادت این است که طبق فرموده الله و رسول باشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آی ما خدا رو ذکر میکنیم، ذکر خدا، ما عاشق خدا هستیم، ما عاشق. یک لحظه، خداوند اینجا قول الفصل گفته قل ان کنتم تحبون الله، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به این بندگان من که این همه حریص هستن، دوست دارن من رو، بگو اگر واقعا منو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از من محمد پیروی بکنید. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو جمع کرده، یک حلقه ذکری درست کرده، الله کرده در اونجا؟ اگر کرده قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر نکرده پس شما دارید مخالفت پیامبر میکنید. اگر میگید ما کار خوب داریم انجام میدیم، آیا کار خوب رو پیامبر نمیتونست انجام بده؟ نمیدانست؟ یعنی شما بعد از اینکه الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل شده، دین تمام شده، آمدید به دین میخواید چیز خوبی رو اضافه بکنید؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ چیز خوبی نبود که پیامبر ما را از او آگاه کرد و هیچ چیز بدی نبود که پیامبر ما را از او باز داشت. پس از دل خود عبادت اختراع کردن بدعت است و جایز نیست. انجام رفع الیدین در مسجد برای مشکل خلق میکند. نکن. تو رفع الیدین بکنی یا نکنی در نماز تو هیچ مشکلی ایجاد نمیشود. سنت است، سنت مؤکد هم نیست، واجب هم نیست، فرض هم نیست. دلت خواست بکن، دلت خواست نکن. حدیث صحیح و صریح از پیامبر است که کرده، بعضی توجیه میکنن که منسوخ شده، اما اصل بر این است که نه، منسوخ نشده و هست، سنت است. کردی خوب، نکردی نماز تو قبول است، هیچ مشکلی برای ایجاد نمیشه. حتی در جایی که میترسی که در اونجا رفع الیدین آمین به جهر برای تو مشکل ایجاد میکنه، فتنه ایجاد میکنه در بین مسلمانان، ترکش کن. ببینید برای شما یک حدیث رو میگم، همیشه دوستانی که سلفیای دو آتشی متعصب که داستانی رو برای دوستان ذکر کردن در یکی از برنامه، یک از این سلفی‌ها وقتی که آمریکا با 40 تا کشور صلیبی آمده بودن افغانستان رو اشغال کرده بودن، از کابل به من زنگ زد، استاد محترم خیلی امروز وضع ما خوب است. خب چی شده وضع خوبه؟ ما الان آزادانه داریم در مساجد رفع الیدین میکنیم. گفتم خاک تو سر، در بگرام مردها رو رفع رجلین کردن، شما در فکر رفع الیدین هستی. انسان تا این اندازه گوساله باشه، با عرض معذرت، که وطن تو اشغال شده، دین تو در خطر است، اسلام تو در خطر است، تو در فکر این هستی که بله ما رفع الیدین میکنیم. بدبختی مسلمان‌ها در اینجاست. این پوست رو اهمیت میدن، از مغز هیچی خالی است. اسلام توحید است، اسلام خداپرستی است، اسلام جهاد است، اسلام در مقابل کفار ایستادن است، اسلام ساختن حکومت اسلامی است، اسلام رفاه بشریت است، اسلام توحید است، یکتاپرستی است، اسلام ایستادن در مقابل ظلم و ستم است، اسلام عدالت است. آقا این کل اسلام را خلاصه کرده در رفع الیدین آمین بالجهر. معاذ رضی الله تعالی عنه از طرف پیامبر امام تعیین شد در یکی از روستاهای اطراف مدینه. رکعت اول سوره بقره را خواند، رکعت دوم سوره آل عمران را خواند. مردم اون روستا همه کشاورز و مالدار بودن. اومدن اون پیامبر شکایت کردن، یا رسول الله این چه وضعشه؟ ما 6 ساعت نماز خوندیم، نماز عشا رو. پیامبر صدا کرد معاذ، افتان انت یا معاذ؟ آیا تو فتنه‌گری ای معاذ؟ سبحان الله. آیا قرآن کریم خواندن در نماز
سبب فتنه میشه؟ بله. وقتی که تو میای در رکعت اول سوره بقره رو میخوانی، در رکعت دوم سوره آل عمران رو میخوانی، برای کارگر، برای تاجر، برای پیرمرد، برای مردمی که مال دارن، برای مردمی که دکان دارن، سبب فتنه میشه دیگه. طرف نمیاد مسجد، تو مردم از دین بیزار کردی. درست استفاده نکردن ابزار دینی هم سبب فتنه میشه. میگن هر سخن جایی و هر نقطه مکانی داره. قرآن رو تو اگر که بخوای، ما چی فکر میکرد؟ فکر میکرد که مثل که در مسجد النبی پیامبر در یک رکعت مثلا 2 جز 3 جز قرآن رو میخونه، صحابه آرزو میکنن ای کاش این تلاوت ادامه پیدا بکنه. خب اینا رو مقایسه کرده بود با کی؟ اهل اون روستا رو مقایسه کرده بود با اصحاب پیامبر، با یاران، با دوستانش، با ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر. با اینا فرق میکنه انسان ها. گاهی اوقات بعضی از ما انقدر سطحی نگر هستیم، انقدر سطح اندیش هستیم، انقدر در مسائل فقهی و پابندی و تشدد بیجا داریم که الا و بالله که من باید برم اونجا رغم انف احناف برم رفع الیدین و خیلی هم غلط میکنی. تو با این کار سبب فتنه و آشوب میشی. وانگهی نماز تو درست است با رفع الیدین و بی رفع الیدین. بیاد یک از علمای سلفی بگه که آقا نماز بدون رفع الیدین جایز نیست، هیچ کسی اینو نگفته. و بیاد یکی از علمای احناف، علمای باقی، بگه که نماز با رفع الیدین جایز نیست. همچین کسی اینه که بازار دین رو گرم کردن، خاصن صوفیای مزخرف سیفی که دارن، اینا دکاندارای دین هستن. حرفا اینا رو گوش نکنید. عالم باقی رو برید بپرسید که در مورد رفع الیدین آیا باطل است، جایز نیست، حرام است؟ میگه نه، سنت پیامبر مسلمان نکنید. شما حنفی هستید، نکنید. و پیش اون سلفی باقی اگر شما بگید که اگر رفع الیدین نکردی نمازم باطل میشه، نه، میگه نه، باطل نمیشه، نماز درسته. اما اگر که کردی، مطابقت از یک از سنت‌های پیامبر کردی، با اجر و پاداش بود. حکم ربا و سود در قرض دادن چیست؟ سبحان الله. کسی که قرض میده و در مقابل سود میگیره که انه کسی است که به جنگ الله و رسول رفته باشه. کمترین گناهش این است که انه با مادر خود زنا کرده باشه. پس سود گرفتن در حالت از قرضدار جایز نیست و این حرام است. سود همین است دیگه، ربایی که حرام است همین است. حکم کار کردن در فروشگاه مجلاتی که دارن تصاویر نیمه برهنه زنان هر چه حکم دارد؟ ببینید، در هر کاری که در اون منکرات باشه، به اندازه‌ای که منکرات وجود داشته باشه، به همون اندازه شما سعی کنید از اون کار دوری گزینید. من همیشه یک آیه رو همیشه برای دوستانی که میگن والا مجبور هستم در فروشگاهی کار بکنم که در اونجا شراب میفروشن، مجبور هستم در هتلی کار بکنم، رستورانی که در اونجا گوشت خوب می، مجبور هستم در فروشگاهی کار بکنم که در اونجا زنان نیمه برهنه هستن. همچین مجبوریتی وجود نداره الا اینکه خطر مرگ باشه که از گرسنگی میمرده باشید، در اون صورت خوردن گوشت خوک هم جایز است. اما انسان باید همیشه سعی تلاش بکنه که محیطی رو انتخاب بکنه که از همه این گناهان دور باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا پرهیزگاری پیشه کرد و به دنبال جایی گشت که در اون گناه و معصیت نباشه، الله سبحانه و تعالی برای او راه را باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و او را از جای روزی میده که اصلا تصورش هم نمیکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله توکل بکنه، الله برای او کافی است. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید. کار کردن در کجا؟ در کریپتوپول. مقصد که بیت کوین و دامیشیان ها. مقصد که در وقتی ارزان شدنش میخرید و وقتی که گران شد میفروشید. همین کار در نظر شرعی جزء است یا نه؟ باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز.
زنده باشید. تشکر. ما باشیم سوال شرعی نپرسیم، همه دوستان سوال شرعی میپرسن. بیننده دیگری از افغانستان. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر استاد محترم، ان شاء الله خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. بفرمایید. محترم احمد سراب هستم از افغانستان با شما تماس داریم. احمد سراب برادر عزیز بفرمایید. استاد گرامی، بیشتر صفحه شما را هم فهمیدی چه نمیداد، تصویر هم نشان نمیداد، نمیم چه مشکل بود؟ شاید دوستان بررسی بکنن، شاید مشکلی باشه، انشاءالله حل میکنن. تشکر از اینکه تذکر دادید برادر. سلامت باشید استاد. یکی هم کمی بابت این برنامه‌تان بیشتر روی شبهات منکرین حدیث، کسانی که کمی فعلا در عبا و قبای مجاهد و فامید ملا و دعوتی فامی خلق. بله. یک قلی پاسخ میدونن برنامه‌تان امید این مورد بسیار تمرکز بوده که بیشتر جوان‌ها به این مرض مبتلا هستند. سبب این شبهات علمی عده از کسایی که خدا طلباتون تشکیل داده. درست. چشم، من روزهای سه‌شنبه که عادتاً برنامه آن روزی که در این مورد هست انشاءالله همچنان ادامه خواهد داشت برادر عزیز. تشکر از شما. خیلی ببینیم استاد. سلام باشید. زنده باشید. تشکر از شما. بارک الله فیکم. بیننده پرسیدن که آیا شیعه کافر است؟ اگر کافر بگوییم گناه دارد؟ ببینید، شیعه به معنی شیعه کافر نیست. کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه. من این مذهب من و این رأی من بوده از روز اول، از سال اولی که من در رسانه ها ظاهر شدم، از سال 2010 11 به این طرف. همیشه رأی نظر من این است که شیعه کافر نیستن. عموم شیعه کافر نیستن و حکم کفار بر بالای اونها اجرا نمیشه. ببینید، تکفیر کردن یک امر ساده نیست. وقتی شما کسی رو کافر گفتی یعنی مالش، جانش مباح است. این خیلی خطرناکه. عموم شیعه کافر نیستن. اگر ما بگیم که خب شیعه که شرک می‌ورزه، صراحتاً شرک می‌ورزه، از غیر خدا میخواد، به قبر سجده میکنه، به قبر طواف میکنه، قائل مثلا به این است که امامان مسیطر هستن، امامان خالق و رازق هستن. خب ما همین مشکل رو در بین اهل سنت هم داریم. مگر ما اهل سنتی نداریم که به قبرها طواف میکنن؟ مگر ما اهل سنتی نداریم که به قبر سجده میکنن؟ شما برید یک بار در سخیجان در مزار برید ببینید که اونجا اهل سنت چیکار میکنن. در قبر عبدالقادر جیلانی برید که ببینید اهل سنت در اونجا چیکار میکنن. در این زیارت هایی که در پاکستان هست برید ببینید که اهل سنت در اونجا چیکار میکنن. این نیست که ما بگیم یک اسم مهم باشد که شیعه کافر از سنی مسلمان است. نه اینطوری نیست. ما اعمال مهم هست، اعمال معیار است. این نیست که والا فلانی سید است مستقیم میره به جنت، یا فلانی مثلا سنی است میره به بهشت و اون که شیعه است میره به جهنم. نه، اینطوری نیست. معیار اعمال است، معیار عقیده است، معیار عمل کردن به لا اله الا الله است، معیار توحید و یکتاپرستی است. طرف شاید اسم شیعه باشه، اما اگر که شیعه موحد باشه، شرک نورزه، به قرآن رو قائل به تحریفش نباشه، علی رو بر پیامبر افضلیت نده، در این صورت این شیعه از خیلی از سنی‌ها کرده بهتر است که به قبر نظر میکنن، طواف میکنن، سجده میکنن. اسم مهم نیست. این مهم است که اعمال و عقیده و توحید و یکتاپرستی در چه میزان و درجه قرار باشه. من یک بار این صحبت که کرده بودم 8 سال پیش، نمیدونم شیخ بن جبرین گفته که شیعه کافر است. شیخ بن جبرین اشتباه کرده. شیخ بن جبرین خدا نیست، پیغمبر نیست، اشتباه کرده. و من روی حرفم وایسادم از روز اول تا حالا که شیعه کافر نیست.
چون خیلی شیعیانی رو من دیدم که موحد هستن، شرک نمی‌ورزن، اما شیعن. ما خودمون در تاریخ اسلامی حتی در بین روات احادیث در کتب صحیحمون کسانی داریم که بهشون میگن شیعه، اما شیعه به معنی این که اعتقاد داشتن که علی بر عثمان افضلیت داره، فقط در این اندازه بود. توحیدشون توحید ماست، دوری از شرکشون همون گونه که اعتقاد اهل سنت است، قائل به تحریف قرآن نیستن، به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت نمیزنن، اینا هیچ فرقی ندارن. من یک جمله یک وقتی گفته بودم، هر شیعه‌ای که بگه که شیعه بودن یعنی این که من پیرو اهل بیت پیامبر هستم و اهل بیت پیامبر رو دوست دارم، پس همه اهل سنت اهل بیت پیامبر رو دوست دارن و از اهل بیت پیامبر پیروی هم میکنن. و اگر یک شیعه بگه که من شیعه هستم، پیرو قرآن هستم و پیرو سنت پیامبر هستم، پس همه شیعه هم سنی هستن. با این اسمها مسلمان ها رو زدن، از هم دیگر جدا کردن. اسم مهم نیست. در زمان پیامبر فرقه‌ای به نام شیعه و فرقه‌ای به نام سنی نبود. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و حتی در زمان علی فرقه‌ای به نام شیعه و سنی نبود. چی میگفتن؟ اینا شیعیان معاویه هستن، اینا شیعیان علی هستن، اینا شیعیان طلحه هستن، اینا شیعیان عایشه هستن. شیعه یعنی چی؟ یعنی پیرو. یعنی با اینا مشهور بودن، از اونها پیروی میکردن، از اونها حرف شنوی داشتن. آهسته آهسته دشمنان اومدن این فاصله ها رو بین امت اسلامی بین اسما زیاد کردن. بعد اومدن صفوی‌ها در دوران صفوی، مثلا همین ملا باقر مجلسی که اکثر خرافات شیعه رو من برای شما از اون نشون میدم، این ملا باقر مجلسی در زمان صفوی‌ها اومد این بهارالانوار رو نوشت، این همه خرافات رو داخل مذهب کرد. اکثرا این خرافاتی که و خزعبلات و شرکیاتی که در بین شیعیان امروزی رایج هست در شیعیان اول نبوده، بعداً اومدن اضافه کردن. همانطوری که به نام اهل سنت، اون روز یک جماعتی رو دیدم چی میگن؟ ما از اهل سنت و جماعت هستیم، بعد به یکی دیگه اینم از اهل سنت و جماعت هست. تعجب کردم، یعنی بقیه مسلمان اهل سنت و جماعت نیستن. آخر فهمیدم که اینا بریلویان، یک فرقه‌ای که در بین اهل سنت هست که از شیعه بدترن در شرک و گمراهی. اینا خودشون رو اهل سنت و جماعت میدونن. اسم مهم نیست، عمل مهم است. عمل به قرآن، عمل به سنت واقعی، دوری از شرک، دوری از خرافات، اینها مهم هست. آیا تقلید از مذهب واجب است؟ ببینید تقلید واجب است بر کسی که علم نداره، بر کسی که احکام رو نمیتونه از شریعت استنباط بکنه، بر او واجب است که تقلید بکنه. اما تقلید از یک مذهب معین، از یک شخص معین، این باطل است. و تعصب داشتن بر تقلید از یک شخص معین، یک مذهب معین، این باطل است، جایز نیست، حرام است. حرف ما این است. قبلا هم مناظره داشتیم، گفتگو داشتیم در این مورد. دوستان اشتباه برداشت کردن، سخنان منو تحریف کردن، قطع و برید کردن. ما چی میگیم؟ تقلید بر یک عامی که خواندن و نوشتن بلد نیست بره از یک مذهبی تقلید بکنه، از یک امامی تقلید بکنه، از امام مسجدش تقلید بکنه، از ملای شهرش تقلید بکنه، نه تنها جایز بلکه واجب است. اما آیا بر این عامی واجب است که از شخص معین و مذهب معینی بعد از اینکه دلیل برای او آشکار شد کسی دیگری آمد گفت که والا این که تو پیروی میکنه از این شخص به این دلیل حرفش درست نیست و برای این طرف ثابت شد که حرف این شخص دومی درست است، حالا از کی پیروی بکنه؟ تعصب داشته باشه بر همان شخص؟ نه. مشکل ما با عوام نیست. قضیه تقلید مذاهب و این فتنه‌ای که امروز به نام مذهبی و غیر مذهبی برای انداختن، این مشکل عوام الناس. عوام الناس بیچاره هر ملایی که سر منبر هر چی گفت قبول میکنن. مشکل در اون ملای متعصبی است که میگه الا و بالله حنفی، غیر از این قال الله و قال رسول هم قبول نداره. نمیگه قبول ندارم، عملا امینو نشان میده که قبول نداره. طرف میگیم یا انسان، ای ملا صاحب، عالم صاحب، بابا جان پیامبر اینو گفته، این حدیث صحیح است، در بخاری و مسلم است. میگه در مذهب نیامده. خب خاک بر سر این ملا و این عالم و این مولانا با این عقیدش.
با این تقلید کورکورانش. اینو میگن تعصب. این جایز نیست. پوش کردن دندان برای منظم ساختن و یک نواخت ساختن آن چه حکم دارد؟ دندان اگر واقعا مشکل داشته باشه و نامنظم باشه، خیلی زشت باشه، خراب باشه، در اون صورت منظم کردنش، تراشیدنش، دندان به اصطلاح به شکل پوش انداختن یا قابی چیزی انداختن، این مشکلی نداره و علما در این مورد فتوا دادن. در لندن زندگی میکنم و محیط مکتب برای اطفالم نامناسب است. در کشورهای عربی چون سعودی و مصر میشود برای تربیت فرزندانم اجرات کنم؟ آیا مکاتب آنها فرزندان مرا از صنف 9 میگیرن؟ توصیه شما چیست؟ دوست عزیز، امروز مکاتب اسلامی که در لندن وجود داره در خیلی از کشورهای اسلامی وجود نداره. حقیقتش مکاتب اسلامی که برای کودکان، مدارس اسلامی که امروز در لندن وجود داره، باور با خدا بکن در عربستان سعودی هم وجود نداره. چون یک نصاب و منهج دولتی است که روز به روز بر اثر فشار آمریکا داره تغییر میکنه در اونجا. اما در مدارس اسلامی فعلا در کشورهای اروپایی وجود داره که باور کنید در هیچ کشوری که کشور اسلامی است در اصل در اونجا همچین مدارس دینی وجود نداره. من جوانهای مسلمان، کودکان مسلمان دیدم در کانادا، در آمریکا، در منظور تشویق به رفتن به غرب زندگی کردن در اونجا نیست. اما قضیه تعلیم این مشکل است که الحمدلله حل شده. در هر کشوری برید ده ها مدارس عربی از کشورهای عربی، لیبی، عراقی، لبنانی، فلسطینی، مصری، حتی مدارس عربستان سعودی، در مدارس سفارت سعودی، مدارس سفارت کویت، قطر، کشورهای مختلف هستن. در اونجا خیلی راحت میشه که چیز کرد، در اونجا تحصیل علم شرعی کرد و مشکلی هم پیش نمیاد. و این آیا من شما رو توصیه میکنم در اونجا بمانید و فرزندانتان؟ هیچ انسان مسلمانی رو من توصیه نمیکنم در کشور کفری زندگی بکنه، چون اونا طبق یک برنامه‌ای که دارن با شما کاری ندارن. میدونن که شما تغییر نمیکنید، شما همانی که هستید. اگه دیندارتر نشوید حالا کافر و بیدین نمیشید. اما کار میکنن سر نسل دوم. سر نسل دوم کار میکنن. از بین نسل دومم یکی خوب، یکی بد، یکی خوب، یکی بد. اما نسل سوم از دست میره. این رو یقین داشته باشید. اگر کار نکنن، زحمت نکشن. مثلا آیا برای عرب ها هم این مشکل پیش میاد؟ نه، برای عرب ها این مشکل پیش نمیاد، چون عرب ها در هر کشوری که رفتن، شما شاهد هستید، در لندن رفتن، در پاریس مثلا هستن، در تورنتو هستن، در شهرها و ایالت‌های آمریکا هستن. اولین کاری که میکنن میرن یک مسجد درست میکنن، کنارش یک مرکز اسلامی درست میکنن تا اون شیرازه خانواده رو، تا اون قیم و اخلاق اسلامی رو حفظ بکنن. افغانای ما هر جایی که رفتن اولین کاری کردن یک دیسکو درست کردن، بعد در کنارش یک رستوران غذای افغانی درست کردن، بعد از اون در اونجا یک سالنی درست کردن که همین خواننده‌های لچولق به قول مردم میان در اونجا کانسرت میدن. بعدش هم چی است؟ کانسرت است و تلویزیون است و رقص است و بازی است. افغان‌های ما متاسفانه و ایرانی‌ها همچنان غرب رفتن این کارا رو کردن، در حالی که از کشورهای عربی بیشتر میبینیم که در هر جایی که رفتن حتما یک اساس و تهداب یک مرکز اسلامی، یک مسجد رو در اونجا گذاشتن و این نتیجه داشته. امروز تونستن حفظ بکنن خودشان را. اگر برای شما امکان این رو داشته باشید که در یک کشور اسلامی برید، فرزندانتون رو به شکل اسلامی تربیت بکنید، محیط اسلامی باشه، خیلی خوب است این کار رو انجام بدید. اما اگر که امکان نداشته باشه، هیچ راه چاره دیگری نداشته باشین، میتونید در مدارس اسلامی در اونجا ثبت نام بکنید که لااقل من تجربه شخصی خودم رو میگم، مثلا فرزندانتون رو سعی کنید از سن 3 سالگی 4 سالگی در مهد کودک‌های عربی بگذارید، دینشون رو یاد بگیرن. مثلا دخترم 3 ساله است، 3 و نیم ساله است، 4 سالشه، تقریبا نزدیک 4 سالشه. وقتی که با من سوار ماشین بشه اولین حرفی که میزنه بابا این چیه؟ دعای سفر. بعد زودتر از من میخونه. کجا یاد گرفتی این رو؟ در مهد کودک یاد گرفتم. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. در خردسالی کودکات، حداقل اگر اونجا مجبور هستید مثلا در کشور اروپایی و حتما فرزندانتون رو باید در دبستان‌های دولتی، مدارس دولتی ببرید، حداقلش اینه که در دوران کودکی که
شما را کسی مجبور نمیکنه که ببرید یک جا، ببرید در یک مهد کودک اسلامی بگذارید که حداقل همون ارکان دینش رو، نمازش رو، سوره‌های کوچکی از قرآن رو یاد بگیره و این میمونه در ذهنش. و سعی کنید هر روزی که از مدرسه میاد خونه، شما مسائل دین، مسائل اخلاقی، مسائلی که جزء اولویات اعتقادی است در دین، اینا رو گوشزد بکنید. بیننده نوشتن در اروپا زندگی میکنن، خانمشون نسبت مریضی که داره با ایشون همبستری نمیکنه و گفتن که ازدواج دوم بکنن، اجازه هم داده، اما در اونجا بیشتر از یک همسر نمیشه فلان. خب این مشکل در اروپا است. یا اینکه همسر اول شما قانع بشه که رسما از شما طلاق بگیره، اما در اوراق رسمی از شما طلاق بگیره، اما در حقیقت همسر شرعی شما باقی بمونه، که نادرا این چیز رو قبول میکنن، چون که طبیعتا وقتی که همسر رسمی شما نبود، از قضایای میراث و چیزایی که در اونجا هست از اونا محروم میشه. بعد یا اینکه همسر دوم شما قبول بکنه که به عنوان همسر شرعی شما، نکاح شرعی شما بمانه، اما ثبت نشه، رسمی نشه. غیر از این دیگه راه چاره ای نیست الا که قانون اروپا رو تغییر بدن، که فکر نمی کنم در این نزدیکی‌ها امکان داشته باشه. دوست عزیزی نوشتن که در روسیه هستن، پاسپورت روسی دارن، به جنگ اوکراین میفرستن. خیلی تاجیک‌ها این مشکل رو دارن و خیلی هاشون برگشتن تاجیکستان. اونایی که نمیتونن برگردن تاجیکستان به کشورهای دیگری مثل ترکیه، جای دیگه رفتن، فعلا موقت دارن اونجا زندگی میکنن تا این مشکل حل بشه. اما دیگه این مجبوری است. شما که رفتید تابعیت یک کشور رو گرفتید و در جنگ رفتید در اونجا شرکت کردید، حکم شرعی این است که اگر شما در طرف ظالم باشید، که این جرم بدتر از گناه است. و امروز حقیقت این است که در جنگ اوکراین و روسیه، درست که زدوبندهای شرق و غرب هست، اما روس‌ها ظالمن. در این جنگ روس‌ها ظالمن، متجاوزن. روس‌ها حمله کردن بر اوکراین. قبل از اون به جزیره قرم حمله کردن، اون رو گرفتن که اکثریت مسلمان نشین هم هستن در اونجا. در این جنگ روسیه متجاوز است، روسیه ظالم است و ایستادن در کنار ظالم در قرآن کریم منع شده. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. با کسانی که ظالم هستن در کنارشون نیستید، اونها رو همکاری نکنید، با اونها رو یاری نکنید. چرا؟ به شما آتش میرسد. یعنی چی؟ یعنی وارد جهنم میشوید. اگر یک انسان مسلمان در جای دید که یک کافر ظالم بر یک کافر مظلوم داره ظلم میکنه، در کدام صف بیسته؟ طبیعتا شرع اینو میگه انسان در صف مظلوم میسته و در مقابل ظالم از مظلوم دفاع میکنه. این وظیفه مسلمان هست. اما رفتن به کشورهای کافری و گرفتن تابعیت این کشورها این پیامدها رو داره. انسان باید قبل از این چیزا فکر بکنه. اما راه حلش همین است که به یکی از کشورهای دیگر به طور موقت برید، مدتی در اونجا زندگی بکنید تا که به قول معروف آب از آسیا بیفته و دوباره بتوانید برگردید. دوست عزیزی فرمودن سلفی ها و تکفیری ها با هم فرق میکنن. بله دوست عزیز، سلفی این یک واقعیت است. سلفی یعنی چی؟ سلفی یک مذهب نیست، سلفی یک دین نیست، سلفیت یک مکتب فقهی نیست، سلفیت یک فکر است، سلفیت یک اندیشه است. سلفیت یعنی چی؟ یعنی ما پیروی میکنیم از سلف صالح امت. سلف صالح امت کی است؟ صحابه هستند، تابعین هستند، ائمه مذاهب اربعه هستند، مفسرین، محدثین، علمای بزرگ هستند. از چیزای خوبی که اونها داشتن ما پیروی میکنیم. این شخص میشه سلفی. همینقدر، به این سادگی. اما سلفی ها یک مذهب است؟ نیست. سلفی یک دین است؟ نیست. سلفی یک روش جدید فقهی است؟ نیست. کسانی که فکر میکنن سلفی بودن یعنی این که رفع الیدین میکنه آمین به جهر، این اصلا حماقتشون است. سلفیت این نیست. سلفیت یک فکر است، یک اندیشه است. و سلفیت یعنی چی؟ سلفیت مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت، مبارزه با خرافات، با حکمت، با موعظه حسنه، دعوت به پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اولویت یک سلفی توحید است. اولویت یک سلفی رفع الیدین نیست. اولویت یک سلفی آمین به جهر نیست. اولویت یک سلفی که 2 متر پای خودش رو باز بکنه نیست. اولویت یک سلفی چی است؟ توحید و یکتاپرستی، اصل دین. اولویت یک سلفی لا اله الا الله است. فقط
و میتونه یک حنفی هم سلفی باشه، میتونه یک حنبلی هم سلفی باشه، میتونه یک شافعی هم سلفی باشه، میتونه یک حنبلی هم سلفی باشه، میتونه یک شیعه هم سلفی باشه. آیت الله سید ابوالفضل برقی یکی از سلفیای شیعه است، تا آخرش هم گفته من شیعه هستم، نگفته من سنی هستم. اما همین آیت الله سید ابوالفضل برقی قمی همکلاسی خمینی کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رو برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده. منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رو برای اولین بار مختصرش رو به فارسی ترجمه کرده. راهنمود سنت در رد اهل بدعت. پس سلفیت یک مذهب نیست. اینا یک عده احمق نادان اومدن از یک مذهب ساختن که یک نشانه های خاصی داشته باشن. نه اینطوری نیست. این یک فکر است، یک اندیشه است. اندیشه‌ای که ظلم رو نمیپذیره، شرک رو نمیپذیره، غلامی رو نمیپذیره، بردگی رو نمیپذیره. اما امروز اومدن عده‌ای شدن مدخلی به نام سلفی، شدن مدخلی، در خدمت حکام قرار گرفتن. اگر بگه بمیر میمیرن، اگر بگه که وایسا وای میستن، اگر بگه بشین میشینن. اینا سلفی نیستن. عده‌ای هم شدن تکفیری. آیا غیر از مثلا سلفی‌ها جماعت‌های دیگری تکفیری ندارن؟ چرا امروز در بین خود احناف گروه‌هایی هستن که نصف امت اسلامی رو تکفیر میکنن، غیر از خودشون کسی دیگر رو مسلمان نمیدونن. تکفیری با سلفی فرق میکنه. اصلاً اساس سلفیت اعتدال است، وسطیت است. اصل سلفیت اقتدا و عمل به آیه و جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. وسطیت اصل سلفیت است. اما امروز متاسفانه تکفیری هم میگه من سلفیم، نمیدونم اون یکی مدخلی هم میگه من سلفیم و این متاسفانه وجود داره. مثل اینکه امروز هر کسی میگه من اخوانیم، یکیشون هم حاضر نیست که مثل سید قطب بره سر دار به خاطر لا اله الا الله. کدومش حاضر است؟ هیچ کدومش حاضر نیست. همینایی که دم از اخوانیت میزنن یکیش هم حاضر نیست. هر کدوم ببین که 1.5 متر شکم برای خودشون درست کردن، رهبر فلان حزب، رئیس فلان جماعت. کجا اینها به سید قطب رحمه الله میمونه یا به امام حسن البنا رحمه الله میمونه؟ هیچ کدومشون نمیمونن. اما ادعا میکنن که اخوانی هستن. الله یاری دوست عزیز، در بین علمای پاکستان الحمدلله شیخ احسان الله زهیر و مولانا طارق و هزاران نفر از علما و دعوتگران پاکستانی که بسیاری از آنها به شهادت رسیدن، در زمینه مبارزه با تشیع و فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دادن و این امثال الله یاری چیزی نیست که بتونه در پاکستان یا در هند در بین برادران اردو زبان ما تأثیری داشته باشه. الحمدلله تأثیر نخواهد داشت. اون وقتی دید که بازارش در بین فارسی زبان‌ها کساد شد، حالا رفته در بین اردو زبان‌ها، اما این راه هم راه اشتباهه. دوست عزیز، در مورد بیت کوین و پولای دیجیتال صحبت کردن. قضیه پولای دیجیتال یکی از مشکلاتی است که ما بارها گفتیم علمای امت، خاصتا کسانی که تخصص دارن در اقتصاد اسلامی، بیان در این مورد صحبت بکنن. من تخصص ندارم در قضیه اقتصاد اسلامی و پولای الکترونیک، به خاطر همین آنچه که نظر شخصی من هست و این فتوا نیست و حکم نیست. پولهای الکترونی یک وهم است، همینطوری که این پولهای ورقی که امروز ما و شما استفاده میکنیم. ببینید، پول شرعی در اسلام درهم و دینار است، طلا و نقره. و هر موقعی که کشورهای اسلامی در زمان نجم الدین اربکان رحمه الله، در زمان ضیاء الحق، در زمان ملک فهد در عربستان اومدن، گاهی اوقات زمان ملک فیصل اومدن این قضیه رو تا خواستن در موردش بحث کردن، مشوره کردن که همون درهم و دینار یعنی طلا و نقره دوباره به عنوان پول رایج در کشورهای اسلامی مطرح بشه. هر کدوم رو کشتن. ملک فیصل رو کشتن، ترور کردن، ضیاء الحق رو هواپیماشو دادن، سقوط دادن، نجم الدین اربکان رو دیدین چه بلایی سرش در آوردن، کودتا کردن، زندان کردن. اینها از این میترسن که کشورهای اسلامی دوباره همان پول اصلی و حقیقی رو که طلا و نقره هست، اون رو به عنوان پول رایج و معاملات بانکی و معاملات روزمره در زندگی مسلمان ها رایج بشه. چرا؟ قبل از سقوط خلافت عثمانی اومدن خانواده
روچلد فکر کنم یک خانواده یهودی بریتانیایی اصل هستن، اینها همین قضیه پول کاغذی رو مطرح کردن. امروز خیلی خنده‌دار است. شاید تصور نکنید الان شما مثلا در جیبتون $10,000 دارید. تو جیبت الان $10,000 است. میدونید که ارزش این $10,000 شما چی است؟ کاغذ. اینطور کاغذ است. هیچ ارزشی نداره. در قدیم 100 سال قبل، دور نه، 100 سال قبل الا ماشاءالله برید اینطور بالا، 100 سال قبل در جیب شما چی بود؟ 10 تا سکه طلا بود، 20 تا سکه نقره بود. میرفتی مثلا برنج میخواستی بخری، میگفتی این گونی برنج چند؟ میگفت یک سکه طلا و 2 تا سکه نقره. پولشو میدادی، برنجو میگرفتی. الان شما میری کار میکنی، زحمت میکشی، به شما 10 تا کاغذ میده، 10 تا کاغذی که روش نقاشی شده است که هیچ ارزش مادی نداره. الان همون ارزش معنوی خودش هم داره از دست میده، چون که الان دیگه پول نمیده به شما کسی، به حساب شما میزنن، شما با کارت میری، با ماسترکارت، با ویزا کارت، با چیز، چون همه اینام کمیسیونش میره به جیب غرب، میری خرید میکنی از بازار. شما میری در شهر خودت از حکومت خودت حقوق میگیری، میری در سوپرمارکت کنار خونت با ماسترکارت، با ویزا کارت میری خرید میکنی، کمیسیونش میره به جیب کی؟ بانک‌های آمریکایی. این یک نوع سیطره به اصطلاح بانکی بر همه اقتصاد جهانی است. امروز میبینید دلار میره بالا، اقتصاد ترکیه و نمیدونم فلان کشور اسلامی نابود میشه. چرا؟ چون همه چیز مرتبط است با آنها. یک نمونه دیگه بدم. شما مثلا الان در دوشنبه، در کابل، در تهران نشستی تو خونت، برادرت زنگ میزنه مثلا بهت میگه برام $1,000 بفرست. برادرت کجاست؟ در تاجیکستان مثلا در خوجند است، در افغانستان در قندار است، در ایران در اصفهان است. شما میای از طریق وسترن یونین براش پول میفرستی. این پول اول میره به آمریکا، در نیویورک کمیسیونش اخذ میشه، از اونجا فرستاده میشه به اصفهان یا به قندار یا به خوجند. چرا این دور رو میزنه؟ چون اونا مسیطر هستن به این معاملات بانکی. به همین دلیل راه حل برگشتن امت اسلامی به مجد و عظمت و اقتصاد واقعی و حقیقی این است که دوباره همون پولهای درهم و دینار یا طلا و نقره پولهای رایج بشن در جوامع اسلامی و مردم از اونها استفاده بکنن به جای استفاده کردن از این پولهای کاغذی. الان آوردن پول دیجیتال، بیت کوین و نمیدونم فلان. الان این از این کاغذی هم بدتره. این اصلا چیزی وجود نداره. یک سری ارقام اعداد دیجیتالی است. آقا شما میبری $100,000 میدی، به شما مثلا 100 تا شماره میفروشه. این شماره رو شما به من میفروشی، من به اون میفروشم. وهم داریم میفروشیم. داریم با وهم معامله میکنیم. یکیش در ترکیه همینطور باز کرده بود مثل بیت کوین که بعداً یک شب غیبش زد، فرار کرد رفت اروپا، میلیون ها نفر در به در شدن. بعد دستگیرش کردن آوردن. آقا وهم میفروخت. شما 1000 لیر بده، در مقابلش به شما مثلا من 500 تا از این پول دیجیتال میفروشم. چنان بازارش گرم بود که مردم اومدن خریدن. این فروش وهم است. به نظر من این هیچ وجهه شرعی نداره. اوهام است اینا همش. سعی کنید از این چیز خودتون رو به دور بکنید، از این بیت کوین و نمیدونم از پولای دیجیتال که غیر از دردسر چیز دیگری برای شما نخواهد داشت. تشکر میکنم از تقریبا میشه گفت همه سوالاتی رو که دوستان فرستاده بودن جواب دادیم. بیننده عزیز از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیزمون تماس‌های ایران مشکل دارد، نمیدونم دقیقاً سببش چی است. بیننده عزیز از لندن، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. من سوال داشتم. خیلی مختصر بفرمایید خواهر گرامی. سوال اول این است که بینی را که خانما سراغ کنن البرکشن این گناه دارن و سوال
سوال دومم این است که در عالم برزخ کسی که در این میره تایمش معلوم است که چقدر عرصه را در اونجا میگذرانه. و سوال سومم این است استاد که نماز جمعه بر زنا عیناً ثواب داره که برای مردا داره یا مختلف است؟ خیلی ممنون استاد. خدا نگهدار شما. سوراخ کردن بینی اگر برای زینت باشه در بعضی از جوامع معمول هست، طبق همون حدیثی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، حدیث نه روایتی که از حضرت عایشه است، کسی زنی میپرسه که ما در یعنی برای زیبایی خودم، زیبا جلوه دادن خودم نزد شوهرم چیکار بکنم؟ گفت اگر بتونی چشمانت رو در بیاری و دوباره سر جایش قشنگتر از اول بگذاری، این کار رو انجام بده. خب بعضیا به این استناد میکنن که نمیدونم این جراحی زیبایی و فلان اینا جایز است. آنچه که در شریعت منع شده در مورد چیدن ابرو و به اصطلاح وصله کردن مو یا تغییر دادن خلقت، اینها جایز نیست، چون که نص صریح در مورد اون هست. بعضیا بینیشون سوراخ میکنن که یک چیز به اصطلاح مثل زیورالاتی از در بینی میگذارن. من شرعی تا هنوز من ندیدم یعنی که از این چیز منع شده باشه. در مورد برزخ این سوالاتی است که هیچ کس نمیدونه خواهر گرامی که انسان در برزخ چقدر میمانه. یکی امروز میمیره چقدر میمانه، یکی فردا میمیره چقدر میمانه. اما اصل بر این است که مدت طولانی در اونجا انسان ها میمانند در عالم برزخ تا که قیامت میشه و حساب و کتاب و اینها. اما برای انسان خوب باغی از باغهای بهشت خواهد بود، برای انسان بد چاله‌ای یا گودالی از جهنم خواهد بود. انسان خوب مانند خواب عروس میگن بخواب تا وقتی که قیامت برپا میشه، و انسان بد اونجا عذاب میکشه و اینا. در مورد نماز جمعه ببینید، در مورد اعمال صالح که انسان ها انجام میدن در این نیست که فرقی باشه بین زن یا بین مرد که الله سبحانه و تعالی فرق قرار داده باشه. اینجا این آیه رو دقت بکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 124 دوستان نشون بدن: و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. کسانی که از مرد یا زن اعمال صالح انجام بده، نگفته که والله اگر زن فلان عمل صالح رو انجام داد کمتر از مردی که همان عمل صالح رو انجام داده اجر و پاداش میگیره. هر کس از مرد و زن، و این تنها یک آیه نیست، چون وقت برنامه به پایان رسیده، آیات زیادی است در قرآن کریم که زن و مرد اگر عمل صالح انجام میدن هیچ گونه تبعیضی در اون نیست. بعضی از اعمال شاید ویژه مردها باشه که زنها نمیتوانن انجام بدن، یا اگر یعنی تعداد اندکی میتوانن انجام بدن، اما این به این معنی نیست که زن در مرتبه و درجه پایینتری از نظر اجر و پاداش قرار داره. همه ما میدانیم که جنت در زیر پای مادران است. و وقتی کسی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله کی حق دارتر است برای اینکه من به او خدمت کنم؟ گفت مادرت. باز پرسید گفت با مادرت. باز پرسید باز گفت مادرت. دفعه چهارم که پرسید گفت پدرت. پس چی یک مرد چی یک زن عمل صالحی رو انجام بده، نماز جمعه میخوانه، نماز شب میخوانه، اجر و پاداش کامل میگیره. تاکیدم ولا یظلمون نقیرا. نقیر نقطه سیاهی است در پشت هسته خرما. یکی فتیل است، یک خط باریکی هست در وسط هسته خرما، این رو بهش میگن فتیل. نقیر اون نقطه ای است که در پشت هسته خرما دقت بکنید یک نقطه سیاه هست. الله متعال اینو مثال میزنه، میگه به اندازه اون نقطه سیاه هم به شما ظلم نمیشه. و در مورد فتیل آیه دیگری است که الله سبحانه و تعالی میگه که کسانی که شما غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید اینها مالک همون به اصطلاح پوست نازک یا همون شیئی که در کنار هسته خرما هست هم نیستند. یعنی قدرت و مالکیت بر همون چیزم ندارن. قدرت بر خرما که هیچی، بر هسته خرما هیچی، بر درخت خرما که هیچی، حتی
اختیار همون رو هم ندارن. خب یک تماس دیگری هم میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بفرمایید. استاد گرامی شما سلامت خوب و نازنین. سلامت باشید، الله متعالفتان کنه. حالا اینکه شما را میبینیم استاد عزیز بسیار برنامه و پیگیری که هستیم. سلامت باشید. یکی همون استاد عزیز از سوال ممکن باشه چکنم. متوجه نشدم. سوال داشتم. بفرمایید. بفرمایید. مردم را رنگ کردن جایز است؟ رنگ سیاه سرشون. بله جایز است، مشکل نیست. رنگ سیاه جایز است انشاءالله. هیچ مشکلی نیست. بله. زنده باشین، خدا نگهدار باشه. سلامت باشید، الله متعالفتان کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. عرض معذرت تماس شما رو من دستم خورد قطع شد، نمیخواستم قطع بشه. فکر کردم سوالتون تمام شده. بعضی دلیل میارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه پدر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو آوردن، گفتن که این رو تغییر بدید، واجتنبوا السواد، تغییر بدید، یعنی موهای این رو تغییر بدید و رنگ سیاه نکنید. بعضیا این رو دلیل میارن برای اینکه پیامبر امر کردن که رنگ سیاه، رنگ کردن مو به رنگ سیاه جایز نیست. اما این برداشت اشتباهه، چون به اندازه پیر بود که حتی در روایت میگه آوردنش، یعنی خودش نمیتونست راه بره، اون رو آوردن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایشون فرمودن که از سیاه دوری بکنید. چون پیرمرد مثلا شما برید یه پیرمرد 80 ساله رو موهاشو رنگ سیاه بکنید، خب نمیگه اصلا، این یک نوع شاید فریبکاری، هیره‌گری هم محسوب بشه. اما برای کسایی که مثلا الان با این شامپوهایی که استفاده میکنن، با آبای اصلا گوناگونی که استفاده میشه در بعضی از کشورها، میبینید که سفیدی زودرس خیلی جوانها دچارش هستن. هیچ اشکالی نداره که اگر رنگ اصلی موشون سیاه هست با رنگ سیاه رنگ بکنن، انشالله مشکلی نخواهد داشت. من عذرخواهی میکنم از خدمت همه عزیزان. من مروری بکنم سوالاتی که ناخن گرفتن وضو رو باطل می کند. نخیر، ناخن گرفتن وضو رو باطل نمی کند. پوشیدن انگشتر چه حکم دارد؟ پوشیدن انگشتر، طلا و نقره برای زن هیچ مشکلی نیست، از هر نوع فلزی که باشه اشکالی نداره. برای مرد پوشیدن انگشتر طلا برای مرد جایز نیست. ریش گذاشتن واجب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردند. 3 حدیث صحیح و صریح به الفاظ مختلف در این مورد آمده که ریش بگذارید، ریش خودتون رو نتراشید، با مشرکین مخالفت بکنید، سیبیلاتون رو کوتاه بکنید، ریش‌هایتون رو بلند بگذارید. این واجب است، چون تاکید خیلی شدیدی شده. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اما حکم ریش گذاشتن واجب است. کسی کار کنه در اروپا یک مقداری ثبت دولت باشد، مقداری ثبت دولت نباشد، آیا در اسلام جایز است؟ اون که ثبت دولت باشد در اسلام جایز نیست که دولت مثلا از حقوق شما کمیسیون بگیره، مالیات بگیره، این جایز نیست. این اصلا چون شما کار کردید، زحمت کشید، پول تو از هیچ کس حق نداره بگیره. و اینکه انسان بدون اینکه ثبت در دولت کار بکنه اشکالی نداره، مادام اینکه براتون جنجالی ایجاد نکنه، مشکلات قانونی ایجاد نکنه. کسی نوشته من تازه مسلمان شدم، میخوام بدونم کدوم مذهب درسته. ببینید من لحظاتی پیش صحبت کردم، مثلا مذهب مطرح نیست در اسلام، مذهب اهمیتی نداره. این مذاهب ارکان اسلام نیست، ارکان ایمان نیست. این مذاهب روش‌هایی هست برای فهم آسان مسائل فقهی و فرعی دین برای عامه مردم. و سلام. و اینکه کسی بگه 4 مذهب است در اسلام، حرف باطلیه، اصلا غلط است. هر کسی این حرف بزنه اشتباه میکنه. در اسلام 4 مذهب نیست. 4 مذهب فقهی بزرگ هست، پیروان زیاد دارن، اما تا دلتون بخواد مذاهب است. هر امام مسجد میتونه مذهبی داشته باشه. هر امام مسجد. ببین مذهب چی است؟ مثلا
چطور ساده بگم خدمت شما میخواهید که از پایتخت کشورتون برید به یک شهر دیگه، یکی با هواپیما میره، امکاناتشو داره، پولشو داره، بلیط هواپیما میره با هواپیما، یکی با قطار میره، یکی با اتوبوس میره، یکی با تاکسی میره. همه اینها سفر کردن، لکن با وسیله های مختلف. مذهب همینطور یک چیزی است، شما رو به همون اصل و اساس دین، رکن دین میرسانه، اما شاید به وسیله های مختلف، به اشکال مختلف که در اصل هیچ فرقی در اصول و ثوابت با هم دیگر ندارن. یعنی مذاهب اهل سنت در مسائل اعتقادی با هم تفاوت ندارن، در مسائل شرک توحید با هم اختلاف ندارن. یعنی امکان نداره که مثلا خواستن غیر خدا در مذهب حنفی ناجایز باشه، در مذهب شافعی جایز باشه. این مسئله متفقان علیه است، هیچ کدوم مشکلی با هم ندارن در این مسائل. شاید در بعضی تعریفات بعضی از مسائل مثل ایمان و این چیزا در فروعات تعریفش مشکلاتی یا اختلافاتی وجود داشته باشه، اما در اصل و اساس، در اصول دین، در اصول اسلام، در ارکان اسلام، در ارکان ایمان با هم هیچ تفاوتی ندارن و همه متفق هستن. فقط هر کسی، هر امامی، هر مجتهدی مذهب خاص خودشو داره. مثلا امام ابو حنیفه که امروز میگن مذهب حنفی، شاگردش امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی در بیش از 80% از مسائل مذهب با امام ابو حنیفه مخالفت کردن، مذهب خاص خودشون رو دارن. اما چون که اینها شاگردان امام ابو حنیفه بودن و کسانی که بعد از امام احمد و امام محمد و اینا آمدن، اینها شاگردان اینها محسوب می شدن، به خاطر همین اسم گذاشته شد مذهب حنفی، در حالی که شما در مذهب حنفی برید بگردید 99.99% آرایی که فعلا در مذهب حنفی وجود داره هیچ کدومش اصل و اساسی از امام ابو حنیفه نداره. متوجه شدید؟ مثل این که خمینی اومد جمهوری اسلامی رو درست کرد، میگن مؤسس جمهوری اسلامی خمینی، منسوب میشه به خمینی، اما بعد از خمینی چه کسایی اومدن، چه تغییراتی در اینجا اومدن، همه به اسم چی تموم شد؟ به اسم جمهوری اسلامی تموم شد. دقیقاً مثل این، حالا این مثال ساده خدمت شما عزیزان بیان کردم و اینا هیچ مهم نیست. شما پیرو قرآن و سنت باشید و لازم نیست که حتما یک مذهب خاصی داشته باشید. هر کس اومد در مورد احکام دینتون با دلیل از قرآن و سنت برای شما پاسخ داد، حرفش رو قبول بکنید و لازم نیست که تعصب به یک شخص و به یک مذهب داشته باشید. دوستی نوشته پشت کی نماز بخوانم؟ پشت هر انسانی که بتونه سوره حمد رو، قرآن رو با صدای خوب، با تجوید خوب، با تلفظ خوب بخونه، میتونید که نماز بخوانید، فرق نمیکنه. حتما لازم نیست که امام باید حتما جناب حضرت مولانا شیخ الاسلام مد ظله العالی باشه، نه. هر مسلمانی که قرآن خواندن بلد باشه میتونه که پیش نماز بشه و بقیه پشتش نماز بخوانن. اما در پیش نماز شدن یک نکته شروطی وجود داره، در نظر بگیرید. میگن اقرأ القوم، یعنی هر کسی که قرآن بیشتر حفظ داشته باشه حقیت، اولیت، اولویت در امامت بر اوست، او باید امام بشه. بعد از اون همینطور به ترتیب. خوش صداترشون، کسی که بیشتر قرآن حفظ داره، عالمتر به دین، اینا همه سن و سالش بیشتر باشه، اینا همه شروطی است که البته فرض و واجب نیست. یعنی مثلا یک عالم دین پشت سر یک بچه که مثلا حافظ قرآن باشه میتونه نماز بخونه، مشکلی نداره. بیننده نشان در قرآن ایجاد فرقه و مذهب صراحتا ممنوع شده. فرقه و مذهب اگر منظورتون این باشه که کسانی در ارکان دین، ارکان اسلام، ارکان ایمان ساز مخالف بزنن، رأی مخالف بدن و بین مردم دو دستگی و تفرقه و فتنه ایجاد بکنن، بله، قرآن و سنت این رو نمیخواد. شماره تماس به طور متواتر مصرف، چون به طور متواتر مردم زنگ میزنن برادر عزیز.
سری بحث و جدالی است در کامنت ها بین دوستان. به هر صورت تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با این برنامه منبر شما عزیزان، منبر کسانی که هیچ منبری ندارن که صداشان رو به گوش مسلمانان رو به گوش مسئولین در کشوراشون برسانن، این منبر شما عزیزان هست. سعی کنید خواهشاً سوالات شرعیتون از طریق واتساپ بفرستید، جوابتون رو در طول هفته دریافت خواهید کرد به صورت کتبی یا صوتی. و در برنامه سعی کنید موضوعات مهم جامعه رو، موضوعات مهم اعتقادی، سیاسی، اجتماعی رو، اخلاقی رو، خانوادگی رو، مسائل مشکلات خانوادگی، تربیت فرزندان، این مسائل رو مطرح بکنید و از تجارب زندگیتون صحبت بکنید. بگذارید همون منبر بمونه. برنامه سوال و جواب و به اصطلاح فتوا نیست و همچنین برنامه شبهات هم نیست. جنجال شیعه و سنی فلان رو بگذارید برای برنامه آن روز سکه. در پایان آرزوی موفقیت، طول عمر و سعادت دارین دارم برای تک تک شما عزیزان. الله مطالب ستون بکنه و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني
والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان.